عصرتون بخیر. من کیتی کیلجوی و منم تام ترنجم. امروز آشوبی بیرون از شهر پدگرم بر سر مالکیت‌دار زمین‌های غرب در حال شدت گرفتن بین شخصیت مهم و برجسته لرد پنتیوس، شخصی که داشت یه فرد پر انرژی و جذاب چری بام. درسته تام. بعد از این پاکسازی اخیر خیلی از مناطق در حال تصرف شدنن. اهریمن‌های هرجای جهنم برای گرفتن زمین‌های بیشتر از قبل آماده یه جنگ هستن. به نظر خیلی جدی گرفتن مگه نه؟ انگار که با چنگ و دندون دارن همو پاره میکنن. منم قطعا شکست خوردن دختر لذت میبرم. تو خیلی آشغالی تام. البته بهتره بگم نه. لحظاتی دیگر ما با دختر ارباب جهنم مصاحبه داریم. اون اینجاست با اشتیاق درباره یه پروژه جدیدش با همون حرف بزنه. بعد از استراحتی کوتاه به هم میگردیم. خفه خوندگی. خیلی خوب. یادته که چی باید بگی؟ آره بیا انجامش بدیم. فقط به من نگاه کن، از روی من لبخونی کن. خیال وگی میدونم چی باید بگم. من فقط احساس میکنم ما نیاز به نمیدونم باید چیزا جذاب‌تر کنیم. اوه چی میشه اگه بخوام راجبش آهنگ بخونیم؟ میتونستی قراره همچین حرفی بزنم؟ به خاطر اینکه میشناسمت، اما لطفا نخون، این جدیه. خب میدونی که من تو توضیح دادن خودم از طریق شعر بهترم. اما زندگی موزیکال نیست عزیزم. خیلی خوب، ولی من ایده های دیگه هم برای اینکه چی بگم دارم. بهترینش هایلایت کردم. اینا که همشون هایلایتن. این یه نقاشیه؟ این یه پایان خوشه. میبینی همه توی بهش خوشحالن و لبخند میزنن. فکر نکنم کار ساده‌ای باشه، ولی لطفاً فقط همون حرفایو بگو که با هم مرورشون کردیم و به هیچ وجه نخون. باشه خیلی خوب. فقط به مهارت‌های بداهه‌ای بیای با نقصان تکیه میکنم. سلام، من چارلیم. کیتی کیلجوی. میتونم بگم از دیدنت خوشحالم، ولی یه دروغ به حساب بیاد. میتونی دستتو بکشی عقب. من به افراد دیگه دست نمیزنم. من استانداردهای خودمو دارم. چطور؟ تعلم بسه چطور؟ منو ببین، وقت من با ارزشه، پس برات خلاصش میکنم. تو به خاطر اینکه میخواستیمت اینجا نیستی. تو به خاطر اینجایی چون جفری موفق نشد بخش همجنس خری آشپزی کنه. تو ممکن است یه خانواده سلطنتی قدرتمند باشی، اما به این معنی نیست که من کوچیکم. من هم پول دارم هم قدرتمند و برام مهم نیست که یه اهریمن کوچولوی پرنسس با کت شلوار میخواد آگهی بده. اما من از برای من با مزه بازی تنها یه رسلم و یا نه با این دستام خبت میکنم. ما آنتنیم. خوش برگشتین. خوب چارلوت؟ درستش چارلیه. هرچی به همون راجع به پروژه جدیدت بگو که با اصرارش پدر ایستگاه خبری رو در آوردی. بسیار خوب. همونطور که میدونین من تو جهنم به دنیا اومدم و بزرگ شدم و همیشه سعی داشتم چیزای خوب اطرافم رو ببینم. جهنم خونه منه و شما مردم منید. ما فقط داریم از بین میریم. خیلی رو از دست دادی و این موضوع قلبمو به درد میاره که مردمم هر سال تلاخی میشن. حتی به هیچ کس شانس دوباره داده نمیشه. من نمیتونم همینطوری بیکار بشینم وقتی که محل زندگی مورد چنین خشونتی قرار میگیره. خب داشتم فکر میکردم که آیا راهی انسانی تری هم وجود داره که بتونه مانع شلوغی جمعیت تو جهنم بشه. شاید بتونیم برای تحول روح‌ها راه دیگه‌ای پیدا کنیم از طریق رستگاری. خب فکر کنم بتونیم. پس این اهدافی که با این پروژه قرار بهشون دست پیدا کنیم. خانوم ها و آقایان، من اولین در نوع خودش رو افتتاح میکنم. هتلی که گناهکاران رو اصلاح میکنه. میدونین چون هتل برای کسایی که موقتا میان میمونن و میرن. اون واقعا جدی گفت؟ اون فکر میکنه شنیدی چی گفت؟ اون دیوونه است. من فکر میکنم که این به یه دردی میخوره. یه مکان که باعث میشه به رستگاری رسید. هورا دختره یه دیوونه. ببینین هر کدوم از شما یه چیز خوبی در اعماق وجودش داره. میدونم که دارین. شاید منظورم خوب نرسوندم. وای نه. I have a dream.